آخرم در مورد کامل ترین بازیکن از نظر شماست. چند تا سودنانی میخواد بگی؟ مسی. میپرسم توی هر هیت شما جواب بدید. سرزنی دفاعی بود. جان تری. خب سپه جان ترزدی به ای. تو راموس 92-8. بله. دریبلینگ مسی میتونه باشه، رونالدینیو هم میتونه باشه. مسی صحبیت خیلی دوست دارم زیر میکروفون. رونالدینیو بنویس دیگه، لازم نیست بریم اینقدر پایین. اینجا میشه نمیشه. آره من خیلی حرفه اون درست. خب سپید نمیشه که سرعت مثلا چون که فارسی زبان هم این ویدیو رو میبینن. سرعت اسمش چیه؟ هنری تیری آره تیری هانری. بازیکن خیلی زیادی هست که سرعتشون زیاده. ولی تیری فوتبال امروز مخصوصا همه امروز سال زیاده هم زود باش. هم دمبله هم ایسکو. فیزیک بدنی وندایک. آدم تراوره. وندایک نمیدونم حتما تو بارسا. آره من یادمه سال 2021 خیلی بازیکن عجیبی داشت. بارسا 7 سال بعد همه شرط نه 2021 مثلا کی بود؟ ترینکو بود، این آدم تراوره بود، الکس موریبا، اسکار مینگزا، سرجینیو دست، جونیور فیرپو. خیلی بازیکن عجیب بود. اصلا هیچ کی روشن نمی‌شناسه. بس دیگه 2019 کی تو صورت کدوم سال بود؟ 2020 یکی از سال 2019. بعدیش هوشه. مسی. من مستندیدم که میگم پای راست هر پاس شوت که میخواد رونالدو میشینه یه سری مثلا کدوم رونالدو؟ پرتغالیه. رونالدوی کریستیانو رونالدو پرتغالی. از پرتغال با اون این میوه پرتغال باشه. تو پای راست همون نمیگفتی رونالدو میزد پس کله. رونالدو پای راست باز میگه یا به قوی بودن پای راست نیست. از سپر نوشتم پرتغالی، از تو نوشتم پرتغالی. فرقش می‌بینی چیه؟ آره. تو قش. پای چپ مسی. محمد صلاح. یعنی محمد صلاح مسی تاجی. خب و آخرین موضوع و جنجالی ترین موضوع زیبایی چهره. بارسا خیلی خوشگلن. نازک‌ناز. چیا بگم؟ من خود استایل جک گریلیش خیلی. خب جک گریلیش من قبلا دوست داشتم ریش گذاشته بیفته شبیه بردک. من جک گریلیش. من گاوی انتخاب. گاوی. خب الان نوبت آردا گولر خوشگله. آردا گولر. حالا نوبت منه. سرزنی رونالدو. پای چپ رونالدو، پای راست رونالدو. تو پادکست هم همین کارو میکنه. همه چی از من میپرسه و شروع میکنم دریبلینگ رونالدو. رونالدینیو. دریبلینگ رونالدینیو. سرعت امباپه. اون نمیشه. فیزیک ابراهیموویچ. بازیکنای با فیزیکی بیشتری بودن. هوش کروس. اول فاز نیک وقت. پای راست رونالدو.
پای چپ مسی، چپ مسی، زیبایی دیوید بکام. دیوید بکام یادم رفت ولی من گاوی انتخاب کنم هنوزم. منم جان جک گریلیش. خب بازیکن شما شد رر و تم رسجک. بازیکن شما شد جم تف مر مگ. وایسا فمر مگ. جمعت فرم مگ. بازیکن شما هم شد رره وطم بلش کن وطم ساکت شو ساکت شو. یادش اسم رو چیز کرد اسم توی خواب بعد گیر افتاد. خب بریم. بازیکن من شد. بازیکن من نگفتم. اما چی نمیشت؟ من فکرم سردن خودت انتخاب کردی. نمیشد یه آپشنی هم بذاری پنالتی؟ نه پنالتی بیشعور. خیلی قشنگه. ررا کرمه. چقدر بحث شده. رراکمه. خب کلمه برده. بگم من موضوع بعدیمو. نه گفتیم قراره دوباره هم با من چی؟ لیگ قهرمانان پیش بینی کنیم. راست. آره پیش بینی دیگه اگه رفتن اگه برگه پشت بیا. آره چم هم هست نیست. هر چیزی هست. خب روشو بخون. همین بیا. کیروش خطیش کرده. بیا. خب بذار کامل تو بفهم. لیگ انگلیس اسم اضافه بکنم. کامل از نظر شما بازی آرسنال رئال داور میره بالای آرسنال، رئال میره بالای آرسنال. ها؟ رئال میره بالا. آرسنال ما یه تاکتیکای کورنر قوی داره ولی البته ببین بازی شب رئال نمیدونم دیدی یا نه خط دفاعی رو بله بلینگهام اخراج نکردن. حتی پنالتی هم نگرفتن. به همینجوری میندازین رو یه دوره که فلانیا بلینگهام دیشب بعد از امباپه بهترین بازیکن زمین شد و اگه دیده باشی نه این تک به تک شد بلینگهام کشیدش بازیکن. آقا اصلا نکشید اصلا. خب آقا اونا نمیگیم پنالتی گرفتن برای رئال. پنالتی خودش پنالتی بود یا اومد رو کشید. اون خطایی که منجر به گل امباپه شد همش یه دونه از کیس امشب بارسا بازش تموم شد. من تا 2-1 شد دیدم. امروز اصلا بازی داشت تا 4-1 کم رسید. ها؟ تا 4-1 کم رسید. با کی بازی داشت؟ خیرونا. همون که پارسال ازش 4 تا می‌باختیم. امسال 4 تا میشه. خب بازی بعدی پاریس سن ژرمن با کی افتاده؟ استون ویلا. وای عجب بازی. کاش استون ویلا بره بالا دو تا آسنسیو بیفتن با هم بعد جواد خیابانی خیلی خوشحال میشه. آره وحشت پاریس سن ژرمن استون ویلا. پاریس سن ژرمن. تو پاریس سن ژرمن استون ویلا کدومشون میره بالا؟ میگه قهرمان. پاریس سن ژرمن. بازی بارسلونا دورتموند. بعد خودم که نظر من فقط دارم نظر اینتر و بایر. منم میگم بارسلونا میره بالا. ربطی اینتر بایر بارسلونا. میگم منم میگم بارسلونا میره بالا. گزینه اول گزینه دو گزینه سوم انتخاب کنم. چی بود؟ ولش کن. آره ولش. بایرن بارسا بایر. بایر یعنی اینتر رو میبره. من فکر کنم اینتر میره بالا. نه من فکر کنم اینتر میره. پاریس سن ژرمن با کی میافتاد؟ رئال. بارسا بایر نگفت. بارسا بایر. من میگم بارسا. بایر. اگه نه من گفتم اینتر میره بالا. خب من میگم بارسا میره فینال. که در هر صورت بارسا رو بارسا خب من میگم امسال ممکنه قهرمان شه. امکان داره اون یارو هم چیزش آپدیت کنه. کی؟ پیج گذاشته بود میگفت بعد از سرقهرمانی یه چمپیونز لیگ آره دیدم
پیج آپدیت میشه آخرین بازی 10 سال پیش. میدونستی بارسا الان 10 سال قهرمان شده ولی رئال مدت 32 سال قهرمان نشده بود. 32 سالم قهرمان نشد ما اینجوری شدیم؟ نشده بود. نوشته بود دیگه میشه این چیکار می‌کرد؟ بله اون پرز اومده و پولو آره 15 تا چمپیونز لیگ داره انقدر وقتی تو فشار فیگو توی فیفا پرز یه دونه مافیاست. من فیفا بازی میکنم بند فسخی رافینیا 300 میلیون حاضرشو پرداخت کنه. خب داره که پرداخت. خب آخه من خیلی فشار رو بود بهترین بازیکنم خرید. هر چقدر می‌خواستم قراردادش تمدید کنم نشد. تو فشار می‌خوری لاپورتا که برای خاک کردن اون بنده خود دکتر ولی بازم مردمش. دنبال کفن کرد کفن دست دو میگه کفنش هم نمیکنه لاپورتا. اصلا هیچی نداره لاپورتا هیچی. با آکادمی داریم برنده میشیم با آکادمی. آکادمی خوبی دارن خدای بارسا. خب رسیدیم به کجا رسیدیم؟ به بارسا فینال اونورم بارسا رئال پی اس جی. این خیلی سخته بازی خیلی سختی برای رئال هم برای پی اس جی بارسا رئال تو گفتی پی اس جی میره بالا. خب نه از همین محمد جواب حضرت محمد رئال بارسا آره ببین رئال تو چمپیونز لیگ چیز دیگه است. لیورپول میاد لیل شرمندگی نمیگم ولی بارسا بگم که اصلا با پی اس جی میره بالا اصلا پی اس جی بارسا ممکنه چجوری پی اس جی رئال میبره از نظر تو؟ نه رئال پی اس جی میبره بعد اونور تو از من جواب میدی پی اس جی بارسا رو میبره. پی اس جی با رئال میبازه نه رئال از پی اس جی میبازه و میاد تو فینال بارسا رو میبره. میگه تو نظر من والا. خب نوبت شماست. من دوتا موضوعی دارم. من یکی دیگه دارم پس تو یکی دیگه هم من بگم پس من گفتم بهترین بازیگر ایرانی در هر ژانر. بهترین بازیگر ایرانی در هر ژانر راشا میگم شما بگید. کمدی علی صادقی. چی؟ علی صادقی برای کمدی علی شریف رو گفت. علی انتخاب کمدی اکبر عبدی همه چی هست. هم زن میشه هم میتونه کمدی بازی کنه احساسی بازی میکنه. جعل باش دیگه. خیلی آخه بازی کمدی منم نمیتونم انتخاب کنم ولی اگه بخوام انتخاب کنم من آرش نوذری انتخاب کنم. کچله کیه؟ حالا بعد سرچ کنید توی لیست. نمیدونم مثلا مهران مدیر کی بگی؟ مهران مدیر بزن کارگردان کمدی. نه آخه مهران مدیری خیلی کمدی بازی نمیتونه بکنه. میتونه کارگردانش بکنه بقیه براش بازی کنه. آره خودم گفتم آرش نوذری. خب عاشقانه یا احساسی درام. عاشقانه یا احساسی یا درام. فرزاد فرزی میخواننده نبود. فرزاد فرزی بازی هم هست. گلزار نه گلزار خب همونه دیگه همشون هم این احساسی ها هم خوانندن هم بازیگرن. خب گلزار تو خراب کردی. گلزار منم گفتم کیو من گفتم فرزاد فرزی. تو میتونه زنم بگین. زنم میتونم بگم ترانه علی دوستی همون که آره فهمیدم آره ترانه اکشن پلیسی چیز علی رام نورایی. مهران رجبی مثلا انتخابات رو گلزار بهترین بازیگر عاشقانه مهران رجبی کار نکرد نداشته. میدونم تو بازیگر خیلی میشه. علی رام نورایی تو کدوم فیلم بازی کرد؟ علی رام تو همون فیلم که ماتادور بود. نورایی یا نوراللهی؟ نورایی.
برای سرچ کن تو گوگل. آره میفهم. درام درامه با همون عاشقانه نقر نبود یکی درام دیریم نبود. خب اوکی درام خرطی. فارسیش میشه دیگه. خب بگو رویاهی. چی؟ تو موضوع بگو. موضوع تموم شد. بهترین آهنگ دنیا نداره کنم افتاد موی آهنگ بلیور. من آهنگ خیلی آهنگ تو من خیلی مثلا آهنگ تو من خب من یا آهنگ خیلی ترند شده تو این استا آخرش فقط بلدم یا آنی نانی اینا اوه نانی اینا چشم باری آره من آهنگش دارم کامپیوتر آره فرانسوی چه گرجیش فرانسوی قشنگ تره. به نظر من بهترین آهنگ دنیا وجود نداره. چشم باری برای هر لحظه یه آهنگ خوبه. برای مثلا شادی آهنگ آره منم خیلی آهنگ انتخاب میکنم ولی مثلا میتونم خارجی فایر آن فایر یه آهنگ حالا بعد بخونش بخون بیلیور نه بعد ایرانیه زندگی با تو آره اون رو انتخاب میکنم از موی ایرانی تو خراب کردی همه چیز تو خودت شاید هم ناز نکن نه چیز خوشگله باید برقصم. خیلی آهنگ هست ایرانی. بهترین آهنگ ایرانی به نظرم الان آهنگ هست که برمان تحماسه بخونده بخون چیز همین الان گذاشته بود داشت میشه. خب اوکی مودی خب آقا این موضوع شیشه از همش بهتره. چرا رونالدو چرا مسی نه؟ چون رونالدو محضره ببین مثل استعداد فوتبالی داره خب ولی رونالدو از مثلا کوچه پس چرا مسی استعداده؟ مسی هم تلاش کرده به اینجا رسیده. کوچه پس کوچه های اسمش استعداد نیست. فوتبال توی مثلا پرتغال از جارو کشیدن رسیده به اینجا. مسی از زندگی رو مسی هم دیدی؟ محضر تلاش و زندگی نامه خود زندگی نامه برای همه هست برای شهیدان نیست که فقط زندگی نامه رونالدو هست همه زندگی نامه رونالدو محضر تلاشه و استعدادان چون فوتبال نداشته ولی با تلاش می‌نسته تا 40 سالگی همچین بدنی برای خودش نگه داره. everybody تو چی؟ everybody همه تو چی؟ وای everybody تو چی؟ همه علی بفهم everybody یعنی هر کسی همینجوری. خب بگو دیگه بگو چرا رونالدو چرا مسی اصلا دلیل قانع کننده داری برای این حرف؟ آره من دارم بگو خب بگو دیگه آره آخه بچه طرفدار رئال شدم. خب رونالدو هم بوده رونالدو بهترین بازیکن بود. چرا طرفدار رئال شد؟ چرا طرفدار بارسلونا؟ یه سوالی حالا پیش میاد اگر که فیفا 2010 فیفا 2010 PS 2010 آخه خیلی دلیل قانع کننده نیست برای طرفدار تیم شدن. چرا برای بچه قانع کنن دیگه از اول بوده. خب چیزه حالا یه سوالی اگر مسی بازیکن رئال بود و رونالدو واقعا نمیدونم من هیچ وقت نمیتونم من طرفدار مسی میشدم. من هیچ کدومشون نمیتونم هیچ کدومشون نمیتونم اصلا چه؟ اصلا نمیشناختم رونالدو رو میشناختم بعد مسی شناختم بعدش فهمیدم مسی فهمیدم بعد رونالدو شناختم. من پسر خاله‌ام همچین آدمایی بودم. باز میگم بهش طرفدارم میشه. خب موضوع دیگه دارین شما؟ نه وایسا اینجا نوشتم بابام گفته بود که تا تو کامپیوتر دست به کامپیوتر نشی و تو کامپیوتر ایت نزنی به هیچ جا نمیرسی. چه هیته گنده گفت داده بودم. بسی از دو کپ کاتم برای کامپیوتر اومد برای دسکتاپ. نه بابا آره اما الان من چی بگم؟ الان من جواب بدم به بابا. آره جواب بده. چی بگم؟ ما الان از نظرتون امکان آره نداره. قبول دارم امکاناتش وجود نداره. خب اگر اینکه اسپانسر این برنامه آقای کیک و شکلات نظری ما رو همراهی بکنن یا پسته نه پس کسی نمی‌بینه.
قبول کیک و شکلات رو نذاری خوشمزه تره. کیک و کلوچه نداره. کلوچه پسته اکبری. خب سپر ببندش. من دیگه موضوع تموم شد. سپر من نمیبرم. من راست باید میگی. تو اپیزود قبل گفتیم ما خیلی بد می‌بندیم. تو ببند ببینم چجوری می‌بندی. من ها مثلا میتونیم بگیم که مثلا نه دیگه خودت دیگه تمومش کن. بله. بله. مثلا خیلی بد شد، مثلا خیلی خودمون تمومش میکنیم. میتونید خیلی تمومش شما تمومش کنید. من نمیتونم تمومش اصلا حرف من نیده بگید. تمومش کن. خودت تمومش هفته باید نشنیده بگیر. خداحافظ. مرسی از اینکه تا اینجا با هم همراه بودید. آی روز که این اپیزود رو می‌بینید فرق‌داری مدرسه. دروغ نگو شاید نه به خاطر اول دیگه هوا تعطیله من مطمئنم. نه بابا برم کنیم میخوام برم. ای خب آقا ببندش بریم. خدا خدا نگهدار.